هنوز برای ماین کردن میری دستگاه ماینر میخری یا کارت گرافیک که تهش هم با ضرر مواجه شی؟ بیا تا یه راه جدید ماین بهت نشون بدم. Let's go. سلام به چنل آناتومی ترید خوش آمدید. شکیب هستم، فعال در حوزه کریپتو و فارکس. همونطور که در اول ویدیو بهتون گفتم میخوام روشی برای ماین کردن کریپتو بهتون معرفی کنم که خیلی ساده روی مرورگرتون روی پی سی و یا لپتاپ و یا حتی گوشی بالا میاد و خیلی راحت میتونین یک کسب درآمدی ازش داشته باشید. پس بدون معطلی بیشتر بریم سمت صفحه نمایش. خب دوستان، اولین چیزی که نیاز داشته باشین روی کامپیوترتون مرورگر کرومه. مرورگر کروم رو باز میکنیم، وارد سایت گرس میشیم و اینجا میتونیم بخونیم که چه پروژه معتبریه و میریم حالا قسمت ثبت نامش. وارد قسمت ثبت نام که میخوام بشیم استارت ناو رو میزنیم و وارد قسمت ریجسترش میشیم و من لینک مستقیم این قسمت رو براتون میذارم که مستقیم میایین توی همین قسمت. من چون ثبت نام کردم اینجا رو به صورت فرمالیته بهتون نشون میدم. حالا مثلا اینجا ایمیل رو ما وارد میکنیم، اونجا یه یوزرنیم براش میسازیم برای خودمون، مثل یه یوزرنیم تلگرام یا اینستا. اینجا پسورد رو انتخاب میکنیم، دوباره پسورد رو میزنیم که تایید بشه، دوتا رو اکسپت باید بکنیم و اینجا ثابت میکنیم که ربات نیستیم. خیلی ساده ثابت میشه و دکمه ریجستر رو میزنیم. حالا من اینجا نمیزنم چون قبلا ثبت نام کردم. پس میریم وارد خود برنامه میشم که محیط داخلیش رو برای ثبت نام بهتون یاد بدم. بعد از اینکه ثبت نامتون تکمیل شد وارد قسمت لاگین میشین و اینجا میتونید به اکانت داشبورد خودتون دسترسی داشته باشید. این هم داشبورد منه. این قسمت سمت چپ باید نرم افزارش رو دانلود کنیم. دسکتاپ اپ رو میزنیم، بر اساس سیستم عاملتون اینجا که مال من ویندوزه نرم افزار رو پیشنهاد میده که دانلود کنید. برای اینجا بزنیم ما برای مک های اینتلی و سیلیکونی و لینوکس نرم افزارش رو داریم. میزنیم رو دانلود و یک فایل خیلی کمیه، سریع دانلود میشه و وقتی کار دانلود شد میتونیم اینو نصبش کنیم به سادگی. خیلی ساده حالا نصبش میکنیم. من نصبش کردم قبلا، بس من ایرور میده، واسه شما هیچ همچین ایروری قرار نیست بده، کلا بخیالش میشه. نرم افزار رو که باز کنیم، نرم افزار گرس رو که اینجا بزنیم روش باز میشه، این قسمت برامون میاره. این قسمت روش کلیک میکنیم و همچین صفحه‌ای برای ما میاد بالا. لازمه که حتما وی پی انتون آف باشه، همیشه چک کنید که وی پی ان آف باشه، چون وی پی ان که آف نباشه این فعال نمیشه براتون. من دوباره مرکز میکنم. خیلی راحت میتونیم بزنید رو کانکت گرس و بعد از اینکه تکمیل شد براتون شروع میکنه به ماین کردن به همین سادگی. من رفرش کنین عددش میره بالاتر که نشون میده پوینت بیشتری ماین کرده. سشن اولش تموم شده و ما تو فصل دومش هستیم. این چیزی که داره به ما میده پوینت، خود گرس نیست. خود گرس الان لیست شده داخل صرافی‌ها و حدود $2 اگر اشتباه نکنم الان قیمتشه. خیلی داخل سایت هم بهتون نشون بدم. کوین مارکت کپ رو باز میکنیم و ارزش رو بهتون
اینجا نشون میدم یس قیمت الانش شده 1.96. اینا رو که ما ماین میکنیم هر 8000 تا یا 10,000 تا طبق این چیزی که داخل سشن اول داد ما نشون داد که بین 8 تا 10,000 تا میشه یک دونه ارز گرس و سعی کنید که هر روز اینو بذارین که کامل خودش ماین شه. وی پی ان هم همیشه یادتون باشه که قطع کنید قبل از ماین کردن. به همین راحتی میتونین با لپتاپتون ماین کنید و این نرم افزار از پهنای باند اینترنت شما استفاده میکنه. حالا هر چقدر که کیفیت اینترنت اون روز بهتر باشه الان 75% داره مقدار بیشتری پوینت میگیرین در اون روز. بریم سراغ ایردراپ بعدی. پروژه بعدی که میخوام بهتون بگم پروژه نودیپی هست. پروژه هوش مصنوعیه که از پهنای باند استفاده میکنه و کوینش رو میتونیم استخراج کنیم. اینجا وارد سایتش میشیم. حالا لینک اینا رو من براتون قرار دادم. روی اینستال میزنیم. ببین دقت کنین حتما با مرورگر کروم بیاین چون باید اکستنشن نصب بشه و اکستنشن هم فقط روی این مرورگر و مرورگر دیگه نصب میشه که حالا بهتون میگم که زیر مجموعه همین نودیپی هم هست. داخل مرورگر کروم بازش میکنیم و اینستال که بزنیم اینجا اکستنشن رو واسمون میاره. نودیپی اکستنشن امتیاز بالایی هم داره. کلی افراد هم دانلودش کردن و یه پروژه تایید شده است. حالا من اینجا اینو اد کردم. این دیگه باید بزنم اینو ریموو میشه. شما براتون اد بیاد اینجا. ادش که بکنین این بالا براتون داخل اکستنشن ها وقتی بزنین نودیپی اکستنشن میاد. میتونین اینجا ازش استفاده کنین. من اینجا لاگوت میکنم که بهتون کامل یاد بدم. وارد قسمت ریجسترش میشیم که لینک اینجا هم مستقیم من براتون میذارم. مثل دفعه قبلی ایمیل رو میزنیم، یوزرنیم انتخاب میکنیم، پسورد رو تکرار میکنیم دوباره، رفرال هم خواستین بزنین. اینجا تیک باید بزنیم حتما و ثابت کنیم که ربات نیستیم. ثابت کردیم اینجا ریجستر رو میزنیم و کامل میشه اوزام. من چون اوکی کردم دیگه اینجا براتون ریجستر رو نمیذارم. مستقیم تو قسمت ساینین که بتونیم بریم داخل. اینجا هم ثابت میکنیم که ربات نیستیم. کلا باید ثابت کنیم که ربات نیستیم. میریم داخل. اینم یه داشبورد داره به ما پوینت هایی که گرفتیم و به ما نشون میده. باید داشبوردش بشیم. این داشبوردشه. تو پوینت همون رو که کامل گرفتیم اینجا، پوینتی که در روز گرفتیم و اینجا بهمون نشون میده و اینم دقیقا بر اساس کوالیتی میگیره. قبلی رو بهتون گفتم که حتما باید وی پی ان آف باشه تا بتونه این کار رو انجام بده ولی این نیاز نیست وی پی ان آف باشه. تنها کاری که نیازه سیستمتون رو باز میکنین، مرورگر کروم میاد بالا و اینجا اکستنشن رو که باز کردین نودیپی رو پین میکنین این بالا. من پینش کردم. پین که کردین اینجا لاگین شد. لاگین رو میزنین، دوباره لاگین میکنین اینجا چون امکان داره با لاگین این سمت اکستنشنتون لاگین نشه. وایسین قشنگ این تایید بشه وگرنه بهتون گیر میده. پسورد اومد باز اوکی شد.
یه دوری پسورد رو میزنیم که میدونم واسه چی داره گیر میده الان. و یه سری موفق بود رو بزنه و خدا رو شکر بالاخره رفت داخل. میره داخل و اینجا رو که بزنین اکستنشن ها میبینین که اکتیوه. حالا نسبت کوالیتی من نمیدونم چرا انقدر پایین اومده، به خاطر بکنم آن و آف کردن وی پی ان و این داستان هست. این به وی پی ان حساس نیست، ولی برای اینکه داخل سایتش ثبت نام کنین، توی این سایت اصلی خودش برین، حتما به وی پی ان نیاز داره. در غیر این صورت مشکلی نداره، با ماین کردن میتونین درش بیارین. پیشنهاد میشه، پروژه معتبری هم هستش. یکی از چیزهایی که داخل نوتیپی مهمه این بخش مدالا که بریم، مدال بوست. برای اینکه ایردراپ بهتون تعلق بگیره و زحمتاتون بیهوده نباشه، نیازه که این مدال رو حداقل بگیرین که ثابت بشین. این مدال هم کار خاصی نداره، 3 تا تسک ساده است که الان انجام دادم، اینجا نشون نمیده، بهتون تک تک میگه چیکار کنید. یکی باید ایمیلتون رو وریفای کنید، یکی دیسکوردتون رو بس کنید، یکی هم توییترتون رو بس کنید. خیلی ساده. میگم وی پی ان خیلی مهمه داخل این ایردراپ. باید حتما یه وی پی ان خوب داشته باشین و بیاین اینجا. اینو حتما باید بگیرین، در صورتی که اینو نگیرین تعلق نمیگیره بهتون. حواستون رو به این داستان جمع کنید. خب دوستان، امیدوارم که به قدر کافی آموزش کامل بوده باشه و یاد گرفته باشید که چجوری میتونید با لپتاپتون ماین کنید. اگر سوالی داشته باشید میتونید زیر واسمون کامنت کنین، خودم جوابش رو میدم و امیدوارم که پرسود باشید. خدا نگهدار.